و بینندگان عزیز ما در شبکه یوتیوب. برنامه نوبتی شام شنبه است منظور شما. در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان جوانان در محور توجه قرار دارند. زیرا امری ثابت شده است که رشد هر کشور در برابر دیگر ارزش‌ها به ذخیره‌های انسانی از جمله به جوانان تکیه می‌نماید. با درک همین نکته مهم ما تصمیم گرفتیم در برنامه نوبتی شام شنبه جوانی را دعوت نماییم که در برابر تحصیل در دانشگاه اینچنین به کار ایجادی نیز مشغول است. مهمان امروزه ماست امیدجان امانی، دانشجوی کورس چهارم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. امیدجان برای تقویت قوه ذهنی خوانندگان در روبریک اینتلکت صحیفه شام شنبه روزنامه جمهوریت معما چندوار و فیلوار تهیه می‌کند و در برابر این و چند خرد غالب این روبریک نیز گردیده است. اینچنین امیدجان امانی در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در نامیناسیای ادبیات معاصر اشتراک نموده سزاوار جای افتخاری نیز گردیده است. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه. هر سال سپری شده در حافظه هر نفر با خاطره های نیک یا برعکس ثبت میگردد. میخواستم فهمم که مهمان ما در سال 2021 به چی موفقیت ها دست یافته است و چی خاطرات گوارایی در ذهنش نقش بسته است. ویکتور گیوگو میگوید عقل انسان سه کلید دارد که همه چیز را میکشاید. یکم دانش، دوم اندیشه، سوم تخیل. محض تخیلات رنگین و برداشت از اندیشه های روشنی بنده بود که با دانش کاملی خویش توانستم در چندین صفقت های سطحی بزرگ جمهوریوی شرکتی فعال نمایم. سلسله زفرمندی های من در ردیف 30 سالگی استقلال ملی خیلی خوشایند ارزیابی می گردد. از جمله دست یافتن بنده در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. پیوسته جای یکم در 3 دور و همزمان صاحب شدم به دیپلم و مکافات پولی در حجم 20,000 سامانی. همزمان به دست آوردن جایزه فستیوال جمهوریوی خجست‌آباد استقلال در هفته کتاب ملی. همزمان دست یافتن ما به دیپلم غالب آزمون جمهوریوی برند ملی. همزمان وقتی قلم میگیرم و همزمان در چندین آزمون هایی که در سطح جمهوری و همزمان فستیوال های سطح بین المللی شرکت ورزیده توانستیم سرتیفیکات و رحمتنامه و دیپلم های غالبیت آزمون را به دست آوریم. ادیسون بزرگ میگوید نام نیک همان است به مثل پیراهنی که هرگز کهنه نمی شود و ما نیز توانستیم با کوشش های پیوسته و تلاش خویش نام نیک خویش را در جام غالب آزمون در صفحه خاطرات سال 2021 باقی گذاریم. میخواستم دانم که شما سر موفقیت های خود را در چی میبینید؟ وقتی انسان مطالعه میکند و رو میآورد مخصوصا به ادبیات او علاقه در خود شخصیت میسازد و من وقتی به عالم مطبوعات قدم نهادم رو نهادم به ادبیات رنگین پیش از همه روی آوردم به روزنامه‌ای که راهگشای ما بود، یعنی روزنامه جمهوریت. شما از زمره نفران فعال صحیفه شام شنبه و معماهایتان هواداران خود را دارد. همکاری نمودن با روزنامه جمهوریت چگونه آغاز گردید؟ یک روز خورشیدی بود که من وارد صنفخانه گشتم و در روی میز روزنامه جمهوریت را دیدم و نظر فریبای من زود به این روزنامه افتاد و آن را به دست گرفتم و پی مطالعه‌اش گشتم. وقتی که مطالب های روزنامه را مطالعه می کردم ناگاه چشمم به صحیفه شام شنبه افتاد. صحیفه که در حقیقتا هم مشعله دار شام خاطرات است و زود من از پی مطالعه این صحیفه گردیدم و با مسئول این صحیفه اپی زلاله هم صحبت شدم و از درخواست طلبات و قاعده و قانون های این صحیفه برخوردار گشته توانستم که از چهره های فعال این صحیفه گردم و همین طور رو نهادم پی دریافت جواب های و معماهایی که پیشنهاد می‌گردید و همزمان با دانش غنی خویش به خود مقصد گذاشتم که من نیز باید در سوی هدفی که در این صحیفه بازگویی شده است مطالب را به نشر رسانم که برای دیگران یک وسیله ارشاد، یک راهنما باشد و تواند دانش آنها را تا جای صیقل دهد. امید جان، معما و چین‌هایی که شما پیشنهاد می‌کردید بیشتر در دایره علم بودند. هدف اساسی تهیه آنها را در چی می‌بینید؟
کنفوسی بزرگ میگوید اگر کار میخواهید که کنید در 1 سال به شما ثمره دهد جو کرید، اگر در 2 سال پس نهال شنونید و اگر میخواهید که اون در 100 سال نیز زدوده نگردد پس مردم رو تربیت کنید. هدف ما نیز تا جای این جهت تربیه درست و روح سالمی خاصه جوانان صاحب نظر بود که ما در این سمت توانستیم فیلوارد، معما، چندوارد هایی که ذوقمندان خود خاصه هواداران روزنامه جمهوریت پیوسته پی مطالعه اش میگردند تهیه نماییم و به مسئولین پیشنهاد نماییم و همین طور هم شد که ما دست یابیم به ظفرها در این صحیفه. خوشبختانه مطالب ما پسند اهل مسئولین گردید، به نشر رسید و این باز هم روحی ما رو دوچند بریده تر میگرد و همکاری یک روزنامه با نفوذ سطح جمهوریوی که عنوان داشته جمهوریت با ما بر این یک جوانهای کوچکترین گلباغ معانی هستیم میتواند آینده های درخشان را به بار آورد که میتوان گفت روزنامه جمهوریت روزنامه راهگشا بهر جوانان است. برای شما همچون یک جوان معما آموده نمودن از علم‌های گوناگون مشکل نیست؟ من فکر میکنم هر شخصی که پیوسته پی مطالعه است هیچ کاری نیست که برای او زود انجام نیابد. آنسان که فیلسوف بزرگ جهانی اسخیل میگوید دانشمند کسی است که چیزی مهم رو میدارد نه بسیار رو و همینطور من نیز از چیزهای خردترین مهمی دانستم یک مواد که تهیه کردم تا جهت ذوق مطالعه نماینده روزنامه جمهوریت تواند روح سالم معنویات او را بلند بردارد و همینطور هم شد که آن نشر گردید و هواداران خود را پیدا کرد و خوشبختانه من نیز توانستم از این چیزهای مهمی دانستم و بلند برداشتن ذوق خاصه جوانان صاحب نظری دوستداران روزنامه جمهوریت چند کرات غالبیت را در این صحیفه به دست آورده مکافات پولی به دست آورم. این نیز برای من یک خوشایند و یک پدیده بسیار هم مطلوب پسند می باشد و همینطور من وقتی که از اوان خردی روی نهاده بودم به علم های گومانیتری و ریاضی اونجا بیشتر دقت مرا عجایبات عالم خاصه حادثه های فیزیکی فن هایی که بیشتر به عالم دقیق ربط داشت جلب میکرد و من نیز از آموزش های آن دست نمیکشیدم و خوشبختانه آن توانست که امروز ها ثمره نیکی دهد تا یک مطلب های تهیه نماییم که خوشایند بیننده و تماشابین و خواننده خود را پیدا نموده باشد. امیدوارم در آخر برنامه میخواستم فهمم که در سال 2022 چی نقشه ها در پیش دارید؟ نقشه ها پیوسته در تقویم روزگار برگزیده هستند و ما هر یک جوانی که میخواهد آینده درخشان داشته باشد بهر پیشبرد جامعه سهم گذاشته باشد البته در پیش خود هدفهای سازنده و روشن را میگذارد و بنده نیز خوشبخت‌ترین جوان زمانی صاحب استقلال هستم که از میراث ها و خاصه تشبث های خردمندانه صدر عالی مملکت محترم امام علی رحمان برخوردار هستم و در این سال جدید خواستم چندین هدف های را پیش خود گذارم تا به آنها دست یابم. خاصه از آنها این دست یافتم به جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، نشر کتابی نوی بنده، همزمان راه یافتن به دانشگاه عالی جمهوری گرمانیا توسط بورسیه های رایگان که از جانب کشورهای خارجی پیشنهاد می‌گردد و همزمان یکی از هدفهای من این دست یافتن به استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود که خوشبختانه این عملی گردید و من امروز گرنده استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشم. یکی از هدفهای دیگری بسیار هم بزرگ من این دست یافتن به استیپندی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود که خوشبختانه این هدفم نیز در سال نوین جامعه عمل پوشید. گفته میتوانم که باز میآموزم میکوشم تا آینده درخشان خویش را باز هم در شاهراه زندگی منیر و مجلا و منقش سازم. من از این فرصت بسیار هم مناسب استفاده کرده از این منبر بلند و با نفوذ روزنامه جمهوریت منتداری صمیمانه خویش را به صدر عالی مملکت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که جهت تحصیل، آموزش و دانشوری ما جوانان دانشمند زمان استقلال تشبث‌های بسیار هم ناتکرار و دانشمندانه را به راه میمانند که پی تحصیل ما حتی در دولت‌های خارجه در اروپا تا به افریقا یک تشبث‌های را پیش میگیرند که میتوانیم ما جوانان به خارجه رفته از علم‌های زمان برخوردار باشیم و همچنین متخصصی ورزیده گشته به وطن برگردیم و در حفاظت و پیشبرد جامعه روحاً سالم سهم بارز و ارزنده خویش را گذاشته باشیم.
ташаккури зиёд умедҷон барои як суҳбати бисёр ҳам пурмуҳтаво ва ибрози андешаҳои солим. ва мо орзу мекунем ки ниятҳои шумо ҷомаи амал бошанд, ба дастовардҳои аз ин ҳам назар аст муваффақ гардед ва шумо оянда ҳамчун як мутахассиси хуб дар пешбурди кишвари азизамон саҳмгузор гардед. бори дигар хушомадед ба барнома. ташаккур. бинандагони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи шоми шанбе. бигзор саодати рӯзгору шодии беканор ҳамеша бо шумо бошад.